سلام دوستان. امروز قراره در رابطه با رودمپ و یا مسیر یادگیری طراحی و برنامه‌نویسی وب صحبت بکنیم که ببینیم اصلا کسی که وارد بازار کار طراحی و برنامه‌نویسی وب میشه چه مسیر یادگیری رو قراره بگذرونه و حدوداً چقدر طول خواهد کشید که به اون سطحی که میخواد برسه. ما توی مسیر طراحی و برنامه‌نویسی وب اگر بخوایم فقط حوزه وب رو در نظر بگیریم به دو بخش تقسیم میشیم. توی فرانت اند میشه گفت سمت رابط کاربری و سمت سرور که همون بک اند ما میشه. پس ما توی این دو مسیر میتونیم حوزه خودمون رو به صورت تخصصی پیش ببریم. ولی قطعا شما توی فرانت نیاز دارین که یه سری موارد و یه سری زبان‌ها رو قطعا یاد بگیرین که پیش نیاز تمام مسیری که شما میخواین برین جلو. و قطعا ما چیزی که توی وبسایت ها میبینیم از نظر ظاهری نیاز به زبان‌های مارکابی مثل HTML، CSS و زبان برنامه‌نویسی سمت جاوا اسکریپت. پس ما HTML، CSS که استفاده میکنیم از نظر ظاهری وبسایتمون رو پیاده سازی میکنیم و خب قطعا رفتار هندل های بین صفحاتتون رو قشنگ ایونت ها و تمام رفتاری که بین صفحات دیگه هست و با جاوا اسکریپت شما میتونید هندل بکنید. خب قطعا ما این سه تا زبان اگر در نظر بگیریم تو سمت فرانت پیش نیازی این هستش که خب یه وبسایتی رو میخواد بیاد بالا و بتونیم ازش استفاده بکنیم. پس شما باید این زبان‌ها رو یاد بگیرید. ما توی سمت بک اند زبان‌های سمت سرور میتونیم از زبان‌های مختلفی استفاده بکنیم. از زبان‌های مثل PHP که به صورت اسکریپتیه و زبان‌های مثل ASP.NET و C#.NET و .NET Core میتونیم استفاده بکنیم که هر کدوم از اینها بستگی به پروژه و مورد نیاز اون پروژه شما میتونید ازشون استفاده بکنید. پس سمت سرورتون یکی از زبان‌های سمت سرور میتونید استفاده بکنید مثل Node.js که شما اگر جاوا اسکریپت رو یاد داشته باشین میتونید از نود هم استفاده کنید به عنوان سرور. این مسیریه که معمولاً میشه گفت سطح میدل شما رو میسازه و شما میتونید اونجا پیشرفت داشته باشید. خب به هر حال شما هر زمانی که بخواید وبسایتی رو طراحی بکنید نیازه که یه سری زبان‌ها رو یاد بگیرید و در انتها به فریمورک‌های مختلف میرسید. مثل CSS که فریمورک محبوبی مثل بوتسترپ داره برای بحث رسپانسیو واکنشگرای وبسایت‌ها که توی حالت گوشی و تبلت شما بتونید مسیرتون رو خیلی زیباتر و قشنگتر پیاده سازی بکنید توی وبسایت و فریمورک‌های مختلف جاوا اسکریپت مثل ریاکت، انگولار، ویو.js که اینا فریمورک‌های بسیار محبوب جاوا اسکریپت هست که الان خیلی از شرکت‌ها دارن از همونها استفاده میکنن. و سمت PHP شما اگر در نظر بگیرین فریمورک‌های مثل لاراول و کیک PHP و خیلی از فریمورک‌های محبوبی وجود داره که شما میتونید ازش استفاده بکنید. و اگر حتی شما وردپرس رو بخواید یاد بگیرین قطعاً بیس زبانش PHP و اینا مسیرهایی هستش که شما رو میتونه ببره به تخصصی کردن شما توی حوزه وب و خب قطعا مسیر طولانی خواهد داشت و حتما باید صبور باشین و همیشه یادگیری و آموزش رو داشته باشین. یک نکته‌ای که قابل توجه هستش و خیلی از دوستان میپرسن اینه که ما توی این مسیر یادگیری که داره اتفاق میفته چقدر طول میکشه. ما توی این مسیر یادگیری نمیتونیم زمان رو مشخص بکنیم و همه چیز برمیگرده به اون پیشرفت شما توی این حوزه و تلاش شما توی این مسیر یادگیری. خب قطعا کسی که هر روز توی این مسیر یادگیری داره به صورت مداوم داره کار میکنه خب قطعا متفاوته با کسی که میخواد هر چند روزی مثلا بره سراغ این یادگیری و این مسیر هست. چون مسیر طولانیه. مسیر کوتاهی نیست که ما بگیم که شما در عرض 6 ماه 7 ماه به نتیجه خواهید رسید. نه، اصلا همچین چیزی نیست و هیچ وقت هم تمامی نداره چون شما همیشه آپدیت‌های جدیدی توی زبان‌های مختلفی به وجود میاد، فریمورک‌های مختلف و قطعا شما باید توی اون مسیر خودتون رو وفق بدید و قطعا تلاش شما باعث پیشرفت شما میشه.
هر چقدر که شما بتونید پروژه‌های مختلفی رو بگیرین و بتونید با چالش‌های مختلفی روبرو بشین، خب قطعاً مسیر پیشرفتتون رو سریع‌تر دارین طی می‌کنین و به اون مسیری که می‌خوایم برسیم. چون معمولاً ما توی این مسیر 3 تا سطح داره. کسایی که شروع می‌کنن ما بهشون میگیم جونیور، و کسایی که بعد از 2 سال این مسیر رو دارن به صورت پیشرفته دارن میرن جلو ما بهشون میگیم میدل لول، و کسانی که بالای 3-4 سال، بالای 4 سال معمولا اتفاق میفته بهشون میگیم سنیور. و توی اون حوزه تخصصی معمولا پیش میرن. یعنی اگر شما توی یک زبانی میخواین پیشرفت داشته باشین، سعی کنید توی همون مسیر، اگه توی فرانتین توی فرانت تخصصی کار بکنید، اگه توی سمت بک اند تخصصی کار بکنید. میتونیم هر دو حالت رو شما داشته باشین که ما بهشون میگیم فول استک. خب قطعا چالش‌های بیشتری شما مواجه هستین، تجربه زیادی میخواد که شما به یک فرد متخصص فول استک بشین، ولی قطعا شما میتونید توی حوزه تخصصی، توی فیلد تخصصی مثل جاوا اسکریپت، مثل فریمورک مختلفی که الان هست، مثل ریاکت، انگولار، ویو جی اس، شما میتونید اونا رو تخصصی کار کنید و به عنوان سنیور اون زبان در نظر گرفته بشین. پس مسیر کوتاهی نیست و همیشه شما در حال یادگیری هستید.